خیلی خوب، نگاه مهمتر همش الان انتقال تصویر مودم. وقتی مودم داری میخوای روی گوشیت باشه، الان میخوام اونو بهت بگیم. شما یه کابل لن اسمشه، خب داخل خود مودم هست. مودم رو میذارین داخل بخش، سیم کارت هم که میذاری داخل مودم، بسته اینترنت هم برای سیم کارت میخری. حالا یه کابلی داخل خود مودم هست لنه، یه سرش به خود مودم میخوره، یه سرش هم به اینجای دستگاه میخوره. وقتی که سیم کارت رو گذاشتی داخل مودم و بعدش دستگاه هم کابلر هم وصل کردید، میای حالا برای تنظیماتش اینجا کلیک راست میکنی، منوی اصلی و سیستم داخل قسمت شبکه رو میزنی. کافیه فقط این DHCP وقتی که مودم وصله به دستگاه، کافیه این تیکشو فعال کنی، فقط تیکشو فعال کن دیگه، دست هیچ دیگه لازم نیست بزنی، فقط تیکشو فعال کن. دانلود سرعت بالا هم تیکشو باز بزن و در نهایت تایید رو انجام بده. الان تموم شد. فقط کافیه که نرم افزار XMAY روی گوشی دانلود کنی. خب وقتی روی گوشی دانلود کردی، باز همینجا کلیک راست میکنی، منوی اصلی، اطلاعات و نسخه رو که بزنی، اینجا شماره سریال دستگاه میاد بالا. این شماره سریال دستگاه داخل نرم افزار میگه شماره سریال وارد کن. شماره سریال براش وارد میکنی دیگه، خود به خود تصویر میاد بالا. این هم آموزش انتقال تصویر روی موبایلت بود.